خب بشین. این دیگه من نمیتونم بودیزه باشه. بابا بری پیوند اعضا. آقا شلوارم پاره شد. برای چی پیوند اعضا؟ این چیزی که من دیدم شلوار نبود. آقا لباسو بگیره کی آماده میشه؟ لباسو بگیرم تو تحویلش خوشقول نیستم. کارم با سوزن با این که دکتر نیستم. هرو میاد برا مشتری که از عقب پاره هوشم ادیسون سنم شده اولش 25. درآمد کارم کمه دورم کنه نونم تره کمم کره ای برقره ای همقنه گر میخورم کو بنه لباسم براشو. ای سرت بخوره. تو گذاشتی ما جواز رپ بگیریم. یعنی این جوون پول نداره این شلوار درستی بری خودش بوسونه؟ واسه لباسم آماده نشد. لای چه باسی؟ یه شلواری که میدی 6 ماه بار زنگ نزن آماده شد میدیم. به تنگه ای سوزنو هم که باشی نخد میکنم. آقا لباسم آماده نشد. چرا دوختمش تا اتوش کنم؟ بده پروش بکنم. تا اول بود دوزمش. خب بده ببینمش. کاکا بذار تو پیداش کنم. خدایا از کجا بگم شلوار گم شده. آقا کردی هم میدوزی؟ من فقط میتونم کردی برقصم. دی ای درز از شما دوخت از ما. درز از شما دوخت از ما. میخوای کمر رو متر کنی؟ می چتری نکنه میخوای با قیچی هم شلوار رو ببری؟ یه چی دیونم کردی. آقا ببخشید سرویس پیدا داشتی کجا؟ کنار دستشویه. مرسی. خره مردی که. آقا بی زحمت میخوام شلوار برام بدوزی. خونه تو کجا؟ هر حساب چیکار خونمون داری؟ خب میخوام ببینم کجا برات بوزونم بیارمش. والله راست بگی. سلام واسه قربون. با این بچه صابون ما رو تو بردی؟ نه والله. این سوزن فهمید که خیلی تیزه نخ کردم توشا. آقا اینجا خیاطیه؟ نه آموزشگاه رانندگیه. نمیبینی نشستیم پشت فرمون. ای واسه رجب برس دادم. تکون نخو که عمو میشه عمه. یعنی امروز اتو اما کاملا بی بخار. میگم حالا راستی چقدر به اون میدیش؟ درش کنی زود. واسه قربون تنگ هم میکنی؟ کارم ناشکری کنم تنگ کوتاه گشاد بلند.